مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز. همین اول برنامه قبل از اینکه شروع بکنم برنامه رو ازتون معذرت میخوام، صدام گرفته، خیلی نمیتونم با آب و تاب صحبت بکنم و با هیجان صحبت بکنم. یه ویروسی 10-15 روزی منو درگیر کرده، هر شب و هر روز بیمارستان، هنوز نمیدونم که چمه واقعا. یه روز صدام میگیره، یه روز سردرد دارم، یه روز چشم درد دارم، یه روز کمر درد. کل سیستم بدن منو ریخته به هم. یه دم میگن که این ویروس شهید است، نمیدونم. بگذریم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مرسی که برنامه پشت پرده رو انتخاب کردید و حال دلتون هم شاد باشه، سالم و سرحال باشید. امروز در برنامه پشت پرده ما قصد داریم که پشت پرده باخت تیم ملی فوتبال ایران به قطر رو بررسی بکنیم. آیا رشوه به بازیکنان فوتبال ایران توسط قطری‌ها داده شده بوده؟ آیا یه سری از این بازیکن‌ها خریداری شده بودن؟ یا اصلا پشت پرده این اتفاقات چی بوده؟ امروز میخوایم در برنامه پشت پرده این موضوعات رو بررسی بکنیم و من حالا دارم یه موضوعی هم اینجا سرچ میکنم ببینم که میتونم پیدا بکنم یا نه که بهتون بگم. ماجرا از این قرار هستش که دیروز تیم ملی فوتبال ایران که با قطر بازی داشت 3 تا گل خورد و 3-2 نتیجه رو واگذار کرد و خیلی ها رو ناراحت کرد. و البته یه عده میگفتن که این تیم ملی ما نیست، یه تیم حکومتیه، بازیکن فوتبالی که بغل زمین تسبیح میگیره دستش بسم الله میکنه. چون عده‌ای معتقد بودن که این افراد رو به زور بردن، مجبورشون کردن. بله شاید زور و اجبار معنا و مفهوم پیدا کنه، وقتی بازیکن فوتبال بغل زمین تسبیح به دست داره چیز میکنه، حالا خب اونم باور خوشباش کاری نداره. ولی خب خیلی ها میگفتن که اینها بازیکن حکومتی هن، حقشون نبود و باختن. اما بازی دیروز به نظر من یه بازی کاملا مشکوک بود و یه سری از بازیکن‌ها در حد محلات هم بازی نمی‌کردن. امیر قلعه‌نویی که کلا اصلا تعویض یادش رفته بود، اصلا این برگای تعویض فکر کنم وراش برد خونش، فکر کنم خوشگل بوده جنسش، از طلا بوده، نقره بوده، چی بوده جنسش، فکر کنم حال می‌کرده و ورش برگا رو برد بین خوش شد، کادر فنی تخس کرده، گفته ببریم. خود چه کاری اصلا فوتبال تعویض صحبت‌ها چیه؟ بعد به درد سرمربیگری گلگهر و تیمای باشگاهی میخورن و لابی بکنن و داور رو بخرن و کمک داور رو بخرن و بازیکن حریف رو بخرن و بگن آقا این 100 میلیون مال تو یه پنالتی بده. این کارا بکنن تو کثیف‌بازی فوتبال ایران جواب میده. ولی دیگه وقتی تو باشگاه بین‌المللی، چون امیر قلعه‌نویی اگه نگاه بکنید به مربیگریش، نه نیمه مربیانو برده، نه حرکتی زده، نه یه تعویض طلایی کرده. هر بردی هم که داشتن بر اساس خلاقیت فردی بازیکن‌ها بوده. البته حالا یه عده میگن که بعد کارشناسای فوتبال و افراد خبره توی این قضیه نظر بدن. کارشناسای فوتبال ما اگه کارشناس بودن، وضعیت فوتبال ما این نبود. بلد بودن درست کارشناسی بکنن. طرفو میارن جلوی دوربین میشونن، آنچنان کارشناسی میکنه، میگه فلان بازیکن بعد فلان کارو بکنه، دفاع چپ نمیدونم چاپ پیستون و فلان و سیستم 2-3 فلان و نمیدونم 3-5-2-1 5 تا میان عقب. بعد همون بهش تیم میدن، تیم سقوط میکنه. وقتی اگه بلد بودی، خب اگه بیلزن بودی باخچه خودتو بیل میزدی. اگه کارشناس بودی موقعی که یه تیم فوتبال بهت میدادن نمیریدی، تیم سقوط نمیکرد، تیم 7 نبود، تیم بعد هر سال قهرمان میشد دیگه. اما در خصوص بازیکن فوتبال ببینید، فقط روی صحبت هم با کسایی که ناراحت بودن تو این 1-2 روزه و از باخت تیم ملی ناراحت شده بودن. دوستان واسه کی ناراحت میشید؟ اینا نفری 50 100 150 تا 200 میلیارد، چون بر اساس بازیشون، کیفیتشون و تعداد دقایقی که بازی کردن پاداش دریافت میکنن. 50 میلیارد تومان تا 200 میلیارد تومان. یه بار دیگه تکرار میکنم، شما تا آخر عمرتم خودت و جد و آبادت که میشن 50 نفر 100 نفر جد و آبادت میشن دیگه، تا آخر عمرتون کار بکنید در ایران 200 میلیارد تومان به دست نمیارید. اینا اومدن یه تورنمنت شرکت کردن، الان برگشتن ایران، نرسیده تو خاک ایران پاداششون کارت به کارت نقد جیرینگی تو حسابشونه. بگو اونا الان تخمشون رو باختن. نه کجایی کار، به همین روکی دارم بهتون میگم. خودشون اصلا گفتن چون سود کردید به این محله پاداش دفع.
حالا اینا هیچ امتیاز بهترین ماشین رو میگیرن، انواع اقسام ماشین شاسی بلند رو سوار میشن، انواع اقسام رانتا و لابی‌ها رو هم انجام میدن. بعدش هم چی میشه؟ بعدش هم این وسط میگن که آقا این صحبت ها چی بوده؟ امیر قلعه‌نویی مقصر بوده. میریزن رو اون. بازم میگم توی اون فوتبال کثیف ایران ما که چیزی ندیدیم، اما همه چیز میتونه مشکوک باشه. میتونه یه بازیکن فوتبال خریداری بشه، میتونه 2 تا 3 تا بازیکن فوتبال خریداری بشه. شما فوتبال دیروز ببینید، مهدی طارمی اگر مثل بازی قبلی رو سکو بود گریه میکرد بهتر ایران نتیجه میگرفت. علیرضا بیرانوند به عنوان دروازه‌بان تیم ملی چند تا پاس داد، همش تو پاش تو چپ و راست اوت بود. آقا بازیکن 7 متر دروازه از شوتا چپ و راست و بالا و پایین، اینا هیچی. ولش رو میکردی یه پاس میدادن به دروازه‌بان این ور اون ور. بعد سیستم علی اصغری وسط زمین، آقا بکش زیرش، میکشید زیرش سانت دم دروازه. دوباره از این سمت آقا بکش زیر. زمان مالی کوهن اینجوری بود. من تو استادیوم میرفتم، هم اون دورانی که مالی کوهن توی فولاد خوزستان بودم یادمه، سال فکر میکنم 85 و 6 اگه اشتباه نکنم یادم بیاد. دوباره میستد کنار زمین، هم اون هم بقیه مربی ها. من استادیوم زیاد میرفتم، اون موقع استادیوم قدیر اهواز نبود، تختی بود، اون کنار زمین زیاد میرفتم. میگفت بکش زیرش، آقا یارو میکشید زیرش. دوباره وای میستاد اونجا میگفت توپو به میگه هر چی توپ میاد بکش زیرش بره بالا. سیستم علی طلا تخمی تا اینجا رسیده بودن. ژاپن هم شانسی بردن، اینجا دیگه دلارای نفتی دیگه ممکنه جواب بده دیگه. میدونی چی میگم؟ بازیکن فوتبالی که برای پول کاری هم جوونه دیگه، باید پول در بیاره دیگه. هر کاری میکنه میگه آقا من عاشق یه پیراهنم، میمیرم برای پیراهن. بعد تیم مقابل 250 بیشتر میده، میره اونجا 50 بده شهرستان هم میره 50 بیشتر بده. سیستمشون همینه دیگه. ولی بازم تکرار میکنم برای آدمایی که ناراحت شدن، آقا برای کی ناراحت میشی؟ اون بازیکن فوتبال به شخمش هم نیست. اون الان پاداششی گرفته، پولشو هم گرفته گذاشته تو جیبش. خب بعد از این تورنمنت هم یه 10-15 روز میره واسه خودش شلکس و ریلکس، جزایر قناری یا دبی و این ور اون ور اطراف ایران یا آنتالیا، حال توپ، اشغال توپ. تو حالا بزن تو سر خودتو ناراحت. کی ناراحت میشید شما واسه فوتبالیستایی که بگذار. این کل صحبت‌های من بود و من حسم میگه من مشکوک بودم به این بازی و زمان همه چیزو در خصوص این بازی مشخص میکنه. اگه شما هم نظری دارید در این خصوص و مثلا کلا راجع به باخت تیم ملی نظر دارید، حتما برای ما نظرتون این زیر کامنت کنید. خیلی مخلصم.